با درود و احترام حضور شما دوستان نازنین، اخیراً در فضای مجازی تهمت‌هایی به همسرم بیتا دریاباری وارد شده که مطلقاً بی اساس و اساساً کذبه. در ارتباط با موضوع نایاک اشاره شده که ایشون کمک‌های دائمی مالی کردند و حمایت کننده اصلی نایاک بودند یا در هیئت مدیره نایاک حضور داشتند که مطلقاً و اساساً کذبه. ایشون یک بار در سال 2016 به 20 تا دانشجو جهت ایاب و ذهاب از ایالت‌های مختلف آمریکا برای حضور در یک کنفرانس کمک کردند. مبلغ $10,000 در سال 2016. این موضوع هیچ ربطی به حمایت‌های دائمی مالی از نایاک یا عضویت ایشون در نایاک مطلقاً نداره. اخیراً چندین نفر در فضای مجازی عکس‌هایی گذاشتن و ادعا کردند که بر اساس این مدارک که اون مدارک اساساً وجود نداره و اشتباهه، ایشون کمک مالی کردن. ما برای این دو نفر به وسیله وکیلمون ایمیل فرستادیم، ازشون خواهش کردیم و مدارکی فرستادیم و خواهش کردیم که با توجه به دروغ‌ها و تهمت‌هایی که در صفحه‌شون مطرح کردن نه عذرخواهی، فقط اذعان به اشتباه بودنش بکنن و ما هیچ شکایتی نخواهیم داشت. متاسفانه این روند رو ادامه دادن، قبول نکردن. وکیل ما دوباره براشون ایمیل فرستاد که اگر شما طبق قانون این کار رو نکنید و حالا یا عذرخواهی یا اذعان به اشتباه نکنید با توجه به مدارکی که ما براتون فرستادیم، ما مجبور به شکایت از شما خواهیم شد و به اون ایمیل هم جواب ندادن. بنابراین وکیل ما مجبور به شکایت شد و الان ماجرای در واقع حقوقیش رو داره طی میکنه. ولی من میخوام به شما بگم که ما از هیچ کس عصبانی نیستیم به جز از جمهوری اسلامی. ما همه از جمهوری اسلامی متنفریم و در یک صف همگام با هم میبایست انرژیمون رو متمرکز بکنیم بر براندازی مطلق این نظام فاسد. من همینجا اعلام میکنم از این آقایون هنوز هم ما میتونیم شکایتمون رو پس بگیریم و خواهیم گرفت. یک، اگر نه عذرخواهی اذعان به اشتباه بکنند و دو، من شنیدم که مبالغی رو از مردم جمع کردن برای دفاع از خودشون در دادگاه، یا این مبالغ رو به مردم برگردونن و یا به بنیادهای خیریه بدن با نظارت وکیل ما و احتمالاً وکیل خودشون، یا به خانواده های قربانیان ماه‌های اخیر که مورد تجاوز جمهوری اسلامی واقع شدن. امیدوارم توضیحی که دادم کافی باشه. اگر احیانا کافی نبود و سوال دیگری وجود داشت، خواهش میکنم که من رو در جریان بگذارید. ما میبایست روشنگر باشیم و روشنگری بکنیم و پیام این ویدیو در جهت و راستای روشنگری است. مواظب خودتون باشید. به امید دیدار. خیلی متشکرم.